این روزا مفهوم خستگی همدلی خیلی ذهن منو درگیر کرده و به نظرم خیلی جای تأمل داره. همدلی یه ویژگی انسانی ارزشمنده که کمک میکنه ما آدما کنار هم زندگی بکنیم، اخلاق رو در قبال هم رعایت بکنیم، از همدیگه مراقبت بکنیم و خلاصه به تعامل نرم و پیوسته ما آدما با همدیگه کمک میکنن. و همین ویژگی هم هست که باعث میشه وقتی کسی داره رنجی میکشه رنجش رو ببینیم، برای التیامش کاری بکنیم اگه کاری از دستمون برمیاد و حتی اگر کاری نمیتونیم بکنیم همین همدلی کردن و دیدن خیلی وقتا میتونه بهش کمک بکنه، یا چیزی که از جنس گفتار همدلانه. اما این همدلی گاهی میتونه تبدیل به یه مشکل بزرگ برای ما بشه و رنج زیادی رو به وجود بیاره. زمانی که ما با رنج‌های مکرر، فاجعه‌های مکرر، رنج‌های مزمن و رنج‌های در سطح کلان روبرویم که نمیتونیم کاری براشون بکنیم، تو اون حالت ما دچار چیزی میشیم که بهش میگن خستگی همدلی. یه جایی هم خستگی همدلی ناشی از درد و رنج زیادی که خودمون کشیدیم و انقدر درگیر اون هستیم که دیگه نمیتونیم با درد دیگری همدلی بکنیم یا کاری برای اون بکنیم. خلاصه تو بنش یا یه رنج زیاد کشیدن یا اینکه در اثر ناتوانی طولانی برای کمک به دیگری و کاری کردن و احساس گناه هم باشته شده، روانمون دیگه نمیتونه این کیفیت رو بروز بده و برای بقای روانیمون هم لازمه ما برای اینکه روانمون فرو نپاشه خیلی چیزا رو ول میکنیم. روان هر باری رو که بتونه برداره برمیداره تا زمانی که خودش در آستانه مرگ و فروپاشی نباشه. بار همدلی رو روان ما برمیداره مگر اینکه بقای خودش به خطر بیفته. خستگی همدلی جاییه که روان ما دیگه نمیکشه و نمیتونه همدل باشه، چون اگه همدل باشه احساساتی رو در پی میاره که باعث فروپاشیش میشه. تو این حالت ممکنه فاصله بگیریم از مشاهده رنج دیگری و از خود دیگری، ممکنه بمونیم و ببینیم ولی دچار یک سردی و خاموشی همدلی شده باشیم، سردی هیجانی پیدا بکنیم و حس نکنیم، کرخت بشیم اگه نمیتونیم بریم و نبینیم. ممکنه که حتی یه جایی به اونایی که دارن همچنان همدلی میکنن و قاعدتا اونا هم باید مثل ما رنج کشیده باشن به حالشون بد باشه، ممکنه بگیم که این یه نوع ریاکاریه که شما همچنان دارید همدلی میکنید و ابراز میکنید و یعنی چی؟ مگه خودمون درد و رنج نداریم؟ مگه شما کاری از دستتون برمیاد؟ بیشتر میخواید تظاهر کنید و شو آف کنید. یه حالت چهارمی هم هست که خب خشم ناشی از خستگیه که این روزا خیلی باهاش رو هستیم و به نظرم اتفاقا نیاز به همدلی داره خود این هم. اگه همدلی نکنیم میفتیم توی یک جور اخلاقی گری یا مورالایزینگ که بگیم که خب نه دیگه شما همدلی بلد نیستید، شما انسان نیستید. یه ارجاعاتی هم به هانا آرنت بدیم و بگیم که نه، کسی که نمیتونه اینا رو ببینه یا انکار میکنه آدم بدیه. و به نظرم نگاه کردن به این خستگی همدلی که برای یک عده تبدیل به خشم میشه خیلی میتونه کمک بکنه. وقتی روان در خطر فروپاشی باشه، یک رنج طولانی رو تحمل کرده باشه، از کسی که اون رنج رو یادآوری میکنه و تداعی میکنه خشم میگیره. از کسی که اون رنج رو داره میکشه و آسیب داره میبینه و این همدلی رو نیاز داره خشم میگیره. حتی ممکنه تلاش کنه بگه اون حذف بشه، اونی که داره به من این رنج رو میده. برای روان چیزی که مهمه در بنیادی ترین سطح بقای خودشه. همدلی بعد از بقا میاد. وقتی رنج دیگری بقای روانی منو داره از بین میبره، روان من میتونه حتی اونو حذفش بکنه یا حکم به حذفش بده، بگه نباش تا من نمیرم. مسئله در سطح بقاست. یا کسی که داره خبر از اون میده، دعوت به همدلی میکنه رو بهش خشم میگیریم. و یه جایی ما درگیر یک بی‌عدالتی همدلی هم هستیم تو ایران که خب ما رنج کشیدیم، چرا کسی ندید؟ چرا کسی نمیبینه؟ و ارجاع میدیم میگیم آقا تو ایران هم هست، چرا اینو نمیبینی؟ یه این یا آن ساخته میشه ناشی از این بی‌عدالتی که تو همدلی میبینیم و این خشمه کنار این احساس بی‌عدالتی جمع میشه و خیلی از این کامنت ها، پیاما، حرفا رو تو اینترنت میسازه و این خودش به نظر نیاز به همدلی داره. یعنی ما مردمی هستیم که
به اقتضای ظرفیت‌های روانیمون، به اقتضای تاریخچه روانیمون، واکنش‌های متفاوتی به خستگی روانی و فرسودگی روانی ناشی از همدلی نشون میدیم و باید راه پیدا بکنیم کنار همدیگه دیالوگ بکنیم تا این اقسام واکنش‌ها پذیرفته بشه و در نهایت اگر دنبال همدلی هستیم، نه ریاکاری، نه شوآف، نه پرخاشگری با ظاهر اخلاقی یا هر چیز دیگه‌ای، بتونیم از هر کسی اونقدری که میتونه همدلی رو بخوایم و در نهایت خیر عمومی رو تامین بکنیم.